آیا تا به حال چین را از بالا دیده‌اید؟ سرزمینی با هزاران چهره. از قله یخی اورست تا بیابان‌های داغ گوبی، چین دنیایی از تضادهاست. در غرب فلات تبت گسترده شده، جایی که آسمان به زمین نزدیکتر است. همانجا که کوهستان‌ها سر به فلک کشیده‌اند و سکوت حکمران است. در مرکز رود یانگتسه با شکوه و آرام تمدن را زنده نگه می‌دارد. اینجا زمین نفس می‌کشد، مردم می‌کارند و زندگی جریان دارد. اما شمال داستان دیگری دارد، بیابان گوبی پهناور، مرموز و قدرتمند. و در جنوب جنگل‌های بارانی، گرم، مرطوب و مملو از حیات. اینجا چین است. سرزمینی که هر گوشه‌اش ماجرایی تازه برای گفتن دارد.